خیلی از دوستان توی ویدیوهای قبلی که من فرستاده بودم سوال میکردن خب درمانش چه؟ ببینید درمان فیبرومیالژی یه قرصی نیست که ما اینجا داشته باشیم بهتون بدیم و بگیم که خیلی خب همه چیز با همین حل میشه. درمان فیبرومیالژی همونجور که عرض کردم یک درمان چند وجهیست، ولی درمان پذیر، قابلیت درمان وجود داره، نتایج خیلی درخشانی هم وجود داره، ولی بایستی طول بکشه. این درمان طول کشنده است. نیاز به درمان دارویی، فیبرومیالژی، درمان اعصاب روان و همینطور اگر لازم باشه لیزر و یا تزریق داخل نقاط حساس کمک کننده است. دقت بفرمایید که بازم تاکید میکنم اگر این درمان نشه میتونه تا آخر عمر با آدم باشه. درمان های دارویی چندین دارو هستند که خط اول درمان ما رو تشکیل میدن که این داروها باید تحت نظر پزشک متخصص درد و یا اعصاب و روان یا پزشکان همکاران دیگر تجویز بشن و مرتباً تحت درمان قرار بگیره بیمار. شاید لازم باشه 3 ماه، 6 ماه یا حتی 1-2 سال بیمار دارو مصرف بکنه. این برای بیمار ضروری است. نمیشه نیمه کاره درمان رو قطع کرد.